خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز بعد از ویدیویی که پر کردم و بازگشت طوفانی داشتیم 2 سفارش ناب گرفتم که شکل همدیگه بودن. اول قالب گیری میکنیم و قالبامون رو میذاریم تو این نوع رکاب. زیرش یه چسب پن بزنید کافیه. ترکیب رزین و هارنر به میزان 2:1. مثل همیشه این ترکیبو که انجام دادیم باید به آرومی بازم مثل همیشه هم بخورن. هارنر اضافه میکنیم. به آرومی هم میزنیم موادو تا ترکیب شیمیاییشون به هم پیوند بخورن. از گلای خشک داریم استفاده میکنیم تو این کار. میتونیم قبلش یه لایه رزین بهش بزنیم ولی خب نزنیم هم مشکلی نداره. میخوایم به کار سفید کار کنیم. رنگ سفید رو میاریم و اضافه میکنیم به کار. رنگ بیس رو سفید کار میکنیم. خوب هم میزنیم و داخل کار میریزیم. گوشه ها رو میگیریم که کامل بگیره. به همین صورت که داریم میبینید. اصلا نگران نباشید، رزین از گوشه های کار بیرون نمیاد. این قالبگیری حرفه‌ایه. گلا رو میبینید که باید به این صورت در بیان، ریز میشن، داخل قالب میرن. حالا به سلیقه خودتون، من اینجوری چیدمشون. الان بیس کارمون خوش شده و یه لایه رزین شفاف بهش اضافه میکنیم. دوباره ترکیب رزین و هارنر 2:1. یکم جوهر آبی، نپرسید چرا، فوتوفن کاره. و بعد روی کار رو اینجوری کامل میکنیم. یه حبابگیری کوچولو کار میره برای خوش شدن. مرسی. خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از گذشته 24 ساعت که کارمون خوش شده، اون از قالب در میاریم. به همین صورت که میبینید زنجیره رو وارد میکنیم داخل کار و کار تمامه. نتیجه کار میبینید.